فقط خبر میخونم. آخرین خبر کدوم بود؟ خبرش این شرف‌الدین گدایف خیلی هم خبر خواندگی بودیم که اومد در تاجیکستان و رفته بود. ما از ژورنالیست تاجیک بسیار قناعتمند هستیم. مثلا همین که چی مسئله که چی کاری که باشد سر وقت همه کار معین معلوم است، یگام جایی ویش نیست، همین خیلی پیشروی شدنش در کار است. من میخوام که بیشتر راست بگن، راست نویسن. از با فکر من اون راست هم نمیگن، کم راست میگن. سبب چی باشد با فکر شما؟ نمیدونم. ممکن با فکر شما ممکن که همین زمان خودش دروغ خوبتر میروه. من اونقدر راضی هستم چون که هست جاهایی که اونا حقیقتا حقیقت خود رو گم میزنن، ولی باز چیزهایی هست که بسیارتر دروغ است، بافته هست. با فکر من همین خیلی است. روزنامه‌نگاری هستن که از همین نقشه‌های کروپسیونی که در همین دولت اوکراین هست، همش با همه دلیل‌ها با سخن‌ها چیکار میکنن، پیشنهاد میکنن در رادیو و تلویزیون، در روزنامه‌ها پیشنهاد میکنن. دیگه کدام روزنامه‌نگاری ما در جامعه ما که وقتی که در حسابات سالانه این اگنتی کروپسیا پروکراتور سود عالی همین قدر جنایت شده است، همین قدر حسابات دیدن، همین قدر مبلغ‌های بودجتی را قریب 1 میلیارد سمپل مثال منصبداران از خود کردن. همین ها رو نمیشد که به واسطه تفتیشات به واسطه دیگر همین روزنامه‌نگارا همین را کشف میکردن، آشکار میکردن. این قدر قصر و این قدر بی‌نو و این قدر مثال بگیم که ماشین های قیمتی که در جامعه هست، در جامعه ما آورده شده است، آیا همین از روی معاشی همون منصبداران است؟ همین آیا همین را جامعه نمیبیند؟ همه میبیند، همه میدوند که همینا از حساب درآمد ایلاوگی یا حساب درآمد مفت گرفتگیان، لیکن یگان روزنامه‌نگار در این باره مینیسد. من امشب روز از مطبوعات امروزه تاجیک قناعتمند نیستم، به خاطر اون که ما در همین مرحله با عامل و سبب‌هایی که هست در کشور نتوانستیم وظیفه کسبی خود رو تا جای انجام داده باشیم و من فکر میکنم که امروز در تاجیکستان هیچ گونه وسایل اخباری عموما نتوانست وظیفه خود رو هم در نزد جامعه، هم در نزد ملت و دولت، هم در نزد کشور، منظورم داخل کشور است، انجام داده بتوانیم. از این لحاظ من عموما از فعالیت امروزه مطبوعات تاجیک قناعتمند نیستم، گرچند که من همه روزه پیگیری میکنم وضع مطبوعات